بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما بعد از اینکه درس المالک و الملک و الملیک الله سبحانه و تعالی، یعنی این سه اسم از اسماء الله الحسنا را خواندیم، نوبت میرسه به این که ما با این اسمها چه قسم زندگی بکنیم. خب اول چون الله سبحانه و تعالی مالک دنیا و آخرت است، ما و شما این قسم زندگی میکنیم که این مال که ما فعلا داریم، یا مثلا اگر لباس داریم یا پول در جیب خود داریم یا مال داریم یا کسی خانه داره یا موتر یا زندگی، مالک حقیقی از اینا الله سبحانه و تعالی هست و ما فقط مالک مجازی هستیم به شکل موقتی. همین مالها پیش ما هست، نباید با این مال که چند روز موقت پیش ما هست در این مغرور شویم، چون مالک همه، مالک آسمان ها، مالک زمین، مالک من، مالک چشم ما و مالک دست ما و مالک قلب ما، این کلش امانت های الله هست پیش ما. این کلش امانت الله هست پیش ما. مثلا اگر طور مثال ما و شما بیم یک کسی برای من مثلا این کامپیوتر را گرفته به خاطر از که من از این کامپیوتر استفاده بکنم و درس برای شما تهیه بکنم. این کامپیوتر که یک دوست برای من مثلا گرفت یا مثلا داد و یا شما در شرکت کار میکنین و شرکت بر شما کامپیوتر میده، آلی این کامپیوتر که شرکت بر شما میده و این معنی نیست که شما میدونید کامپیوتر هر قسمی که دیگه تصرف بکنین، نه، بلکه این کامپیوتر امانت از شرکت است که مطابق امو احکامی که او شرکت داره باید کامپیوترش چی شود استفاده شود. اگر شما خراب میکنین و یا غلط استعمال میکنین این مسئولیت دارین. پس ما شما باید بفهمیم که امی اعضای بدن ما، تمام اعضای بدن ما در حقیقت به شما یک امانت الهی هست. از این امانت الهی ما چه قسم باید استفاده بکنیم؟ مطابق حکم الله استفاده میکنیم تا این امانت الله که هست و امو حقش درست ادا شود. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ببینید الله سبحانه و تعالی امیره که ما را مالک موقتی ساخته، باز هم خودش همین چیزها را بر ما داد، ولی فعلا در اختیار ما هست. لکن او ذات رحمان رحیم، پس همین جسمی که امانت است پیش ما و همین مال که پیش ما امانت است، ایره الله متعال دوباره خریداری میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این الله سبحانه و تعالی از مؤمنان نفسهایشان، جسم از اینا را خریداری کرده و مالهایشان خریداری کرده. این الله سبحانه و تعالی با او جلال و عظمت خود با یک بنده عاجز خود یک تجارت میکنه. مال تو و تمام اعضای بدن تو را من میگه خریدیم در مقابل چی؟ در مقابل جنت. پس این دو سرمایه‌ای که انسان داره که مالش است و جسمش است، ایره باید چی کنه؟ به خاطر دین الله مصرف کنه. روزی که ضرورت میشه که جسم تو باید به شهادت برسی و باید مثل که رسول الله صلی الله علیه و دندانش در راه الله شکست، مثل که رسول الله صلی الله علیه و خونش در راه الله ریخت، مثل که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جعفر رضی الله تعالی عنه دستش قطع شد در راه الله، کسایی که مثلا گردنهایشان زده شد. چرا تمام از اینا؟ یا ای که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام مال خود در راه الله مصرف میکنه که بالاخره فقیر میشه. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه. همین مهاجرین، که اکثرا این مهاجرین که برآمدن، عثمان رضی الله تعالی عنه بود، ابوبکر صدیق بودن، تجارای بسیار بزرگ بودن. در قرآن میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. لكن در آیت دیگه میگه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم چرا یبتغون فضلا من الله و رضوانه. فضیلت الله و رضایت الله، جنت الله
با چی حاصل میشه؟ که تمام جسمت و مالت در راه الله مصرف کنی. اینا تمام مال خود ترک کردن، جان خود به خاطر الله تقدیم کردن. آرزویشان شهادت بود که در راه دین الله به شهادت برسن. آرزویشان این بود که باید نظام اسلام در زمین الله، خلافت الهی در زمین الهی باید چی شود؟ این باید قائم شود. به همین خاطر خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر فاروق، خلافت عثمان، خلافت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، این کل از اینا چه وقت قائم شد؟ وقتی که اینا مال خود و جسم خود به خاطر دین الله قربان کردن و امرای الله قرارداد کردن که ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. پس گپ سر از این هست که انسان وقتی که جهاد میکنه و در راه الله به شهادت میرسه و به خاطر اقامه نظام اسلامی و خلافت اسلامی و تطبیق شریعت اسلامی، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت مسلمان ها به خاطر از مال خدا و جان خدا قربان میکنن، چی هست؟ در مقابلش الله برشان جنت اونجا آماده ساخته. این حال ما فهمیدیم که مالک از دنیا کی است؟ الله هست. و مالک آخرت کی است؟ الله هست. مالک میزان، مالک حساب، مالک جزا، مالک همه از اینا کلش الله سبحانه و تعالی است. بنابراین نباید به این مال چند روزه دنیوی مغرور شویم، بلکه بفهمیم که مالک حقیقی در حقیقت مالک هر چی الله است. این امانت چند روز در نزد ماست. خب و آنچه که در دنیا و آخرت است، این فهمیدیم که متصرف در این کائنات کی هست؟ اصل متصرفی که شب روز میسازه، روز شب میسازه، برای ما زندگی میده، زندگی ما ختم میشه. مثلا من نفهم 5 دقیقه بعد آیا ما زنده هستیم یا نیستیم. این حالی کلش چی است؟ مالک متصرف در وجود ما و مالک متصرف در تمام این کائنات الله سبحانه و تعالی است. و نشان میده الله سبحانه و تعالی قدرت خدا و عظمت خدا و تصرف خدا. یک زلزله در یک منطقه میشه، ببینید که به میلیون ها انسان از بین هزارها و هزار نفرها با تعمیرهای بلند و با امکانات بسیار بلند و حتی شاید با عیاشی و با گناه و با شراب و با رقص و با زنا و با چیزا و تصور بکنن که ما دیگه نمیدیم این دنیا هستیم. لکن مالک متصرف اصلی ازی الله هست و الله اگر خواسته باشد در یک لحظه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه بناء ما و شما باید بفهمیم مالک متصرف دی الله هست. نه پیغمبر تصرف کرده میتونن، نه ملائکه تصرف کرده میتونن، نه جن تصرف کرده میتونن، نه اولیاء الله تصرف کرده میتونن. مالک تمام مالک متصرف ازی الله هست. مالک دنیا و آخرت. این حال الله هست که یقلب اللیل و النهار، شب و روز تغییر میده. الله هست که سخر الشمس و القمر، آفتاب و مهتاب مسخر ساخته. این حال مالک متصرف در تمام از اینا الله هست. این حال بعضی کسا هست میگه اینی کبوتر فلانی کفتر است، اینی مرا میتونه بکشه، اینی مرغ میتونه مرا بکشه، ولی اینی بربو میتونه مرا صحت بده، اینی شخص مثلا خاک قبرش بخورم دندان مرا خوب میکنه، اینی شخص مثلا مرا بچه میده. این پس او در حقیقت به صفت مالک بودن الله که مالک متصرف است متاسفانه این درست نفهمیده و کسی برش یا غلط فهمونده یا خودش درست نفهمیده یا تفکر نکرده. ولی اگر بفهمیم که مالک دنیا و آخرت الله هست و مالک متصرف دنیا و آخرت الله هست، بنده نمیتونم، من برای کس شفا داده نمیتونم. یک کس میگه که ببره من مثلا من برادر ابراهیم علیه السلام برای ما معرفی میکنه که و اذا مرضت من که مریض شوم که پیغمبر الله هستم، ولی الله هست. ابراهیم علیه السلام خودش پیغمبر الله هست، فرزندایش، اولادایش، نواسایش، کواسایش، حتی آخرین نواسایش که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم است و دیگه اولادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا اینا رو ببینین نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، در اولادی ازی چه قضیات هستن، چقدر نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین در اولادی ابراهیم علیه السلام است و خودش چی مقامی داره. با وجود از این همه که مالک متصرف الله هست، شفا دهنده الله هست. و اذا مرضت فهو یشفی، یطعمنی و یسقین. او مرا طعام میده، او مرا آب میده، او مرا سیراب میسازه. و اذا مرضت، وقتی که من مریض شوم، فهو یشفی.
این هست فهمیدن درست مالک متصرف، اسم مالک الله سبحانه و تعالی. مالک حکم و قضا هست، فهمیدیم که حکم کی میکنه؟ الله میکنه. پس الله در زمین خود حکم میکنه، الله در تمام کائنات حکم تکوینی داره. بنابراین ما عقیده داریم که حکم تکوینی الله بالای زمین، آسمان، کوها، دریاها، سیارات، نظام شمسی، بالای تمام از اینا حکم الله نافذ است و ما با چشم خود میبینیم. حتی یک کافر مثلا در جسم ما، در روح ما، در چشم ما، در بدن ما حکم الله هست. یک کس کافر است لکن با وجود هم حکم تکوینی الله سر از او جاری هست، زندهش کرده، روزی که میخواه الله سبحانه و تعالی روحش قبض میکنه و از بین میبریش و هیچ چیز کرده نمیتونه. چرا؟ مالک متصرف و حکم الله بالای ازی است. اینی میقسم حکم قضایی الله سبحانه و تعالی، یعنی حکم تشریعی الله سبحانه و تعالی هم حاکم الله هست. پس الله هست که مثلا قرآن نازل کرده، وحی جلی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل وحی خفی به رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده است. این کل چیز حکم الله هست. پیغمبر مبلغ است، مبلغ است، تبلیغ میکنه. چی تبلیغ میکنه؟ حکم الله را تبلیغ میکنه. در یک چیز عادی نمیتونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دل خود کار بکنه. چرا؟ الله سبحانه و تعالی روزی که رسول الله میگه من عسل نمیخورم، الله برش میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی که الله بر تو حکم کرده و را حلال ساخته چرا تو را حرام میسازی؟ این حق تو نداری. بنابراین وقتی حاکم الله هست، حکم کننده الله هست، ما باید حکم الله سبحانه و تعالی را بالای خود تطبیق بکنیم و الله را حاکم خود بدانیم که برای ما حکم میکنه. این حال اگر کسی مثلا حکم پارلمان قبول میکنه، حکم انگلیس قبول میکنه، حکم امریکایی را قبول میکنه، حکم یهود و نصارا را قبول میکنه، احکامی که ضد شریعت الله هست او را حاکم خود قرار داده. بنابراین اینجا در صفت حاکم و حکم الله و مالک الله این مشکل پیدا کرده. الله را درست نشناخته و یا شناخته قبول نداره. چرا؟ اگر قبول داری پس الله مالک دنیا و آخرت الله هست، حکم دنیا و آخرت مالک حکم هم الله هست، مالک فیصله هم الله هست. پس این را فهمیدیم. دیگه با این شکل زندگی میکنیم. حکم یکی کسی، یک کسی میگه که بی حکم مرد یک برش ببخشی من می حکم تو را قبول کرده نمیتونم. چرا؟ به خاطر ازی که من عقیدیم است اگر حکم تو را قبول بکنم از دایره ایمان خارج میشم. دیگه فهمیدیم که الله هست که مالکیت برای هر کسی بخواه الله مالکیت میده. مثلا برای یک چیز میده، برای یک کسی دیگه چیز دیگه میده. پس این هم مربوط به کی میشه؟ مربوط به الله سبحانه و تعالی میشه. این حال الله هست مثلا برای یکی خانه داده، برای یکی نداده. ما به قضا و قدر و فیصله الهی تسلیم هستیم. یک نفر بسیار عقل داره، بسیار عقل داره، لکن با وجود این عقل خود این مال نداره. الله مالک است، برای یک کسی عقل خوب میده، برای یک کسی علم خوب میده، برای یک کسی ایمان خوب میده، برای یک کسی مال میده، برای هر کس هر چیز میده. کل چیز برای یک نفر نمیده. این حال به بهترین دوستای خود الله چی داده؟ که پیغمبر بودن عقیده توحید داده. این حال به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی قصر داد، تعمیرها داد، زمینها داد، ایداد. به رسول الله صلی الله علیه و سلم کلام خدا داد که این کتاب توحید است. این بهترین نعمت خدا الله سبحانه و تعالی برای داد. این حال کسی که حکم قرآن قبول میکنه و با قرآن زندگی میکنه بهترین نعمت الله برای نصیب کرده، توفیق دادش که از قرآن و سنت استفاده بکنه. بسیاری کساس بسیار علمیت داره، بسیار دانش داره، بسیار فهمیده هست، بسیار معلومات داره، لکن توفیق الله برش نداده که حکم الله را سر خود تطبیق بکنه. با اون عقل خود، با نفس خود، با خواسته های خود، با تعصب خود، با قوم پرستی خود زندگی میکنه. پس اگر ما با مالک الله که مالک است با امرای زو مثلا با حکم زو زندگی میکنیم، با این نام زندگی میکنیم، اما تو با قرآن زندگی میکنیم، با احکام الله زندگی میکنیم. همین قسم اسم الملک الله را فهمیدیم که هم یکی از اسماء الله الحسنا هست. با اسم ملک
ملك الناس، اله الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، یعنی حکم فرما و حکم روای مردم. اینال او الله سبحانه و تعالی که صاحب ملک هست، یعنی ملک دنیا و آخرت، یعنی حکم دنیا و آخرت و حکم روایی دنیا و آخرت مربوط الله سبحانه و تعالی هست. اصل حکم کننده و حکم روا الله سبحانه و تعالی هست. پس همیشه ما تسلیم به حکم الله سبحانه و تعالی باشیم که به خاطر که اصل حکم روای ما الله سبحانه و تعالی است. از دنیا هست، از آخرت هست و همچنان متصرف است در تمام از اینا و حکم کننده هست و امی پادشاهی و قدرت هم برای بعضی آمیته، برای بعضی آمیته و از بعضی آمیره. این مربوط الله سبحانه و تعالی میشن. خب دیگه فهمیدیم که از صفات الله سبحانه و تعالی الملیک است. وقتی که فهمیدیم الملیک است، فهمیدیم که این الملیک هم دلالت به امی المالک و الملک میگه، یعنی هم به دلالت به آنچه که مالک است. یعنی وقتی که میگیم الله سبحانه و تعالی ملیک است، یعنی مالک صاحب دنیا و آخرت است و حکم روای دنیا و آخرت است، مالک متصرف دنیا و آخرت است، او حکم روا هست هم در دنیا و هم در آخرت. اینال این صیغه مبالغه هست. اینال به این معنا که الله سبحانه و تعالی همه از اینا را، هر قدر مخلوقات به هر کمیتی که است، مالک و صاحب و حکم روای از اون الله هست. و با هر کیفیتی که این مخلوقات هستن، اگر ملائکه هست، اگر عالم انسان است، اگر عالم جن است، اگر عالم حیوان است، اگر عالم نبات است، عالم طیور و پرنده ها هست، تمام عالمیانی که هستن مالک از اینا و ملک از اینا، صاحب از اینا و فرمان روای از اینا الله سبحانه و تعالی هستن به شکل ازلی و ابدی. کلش مربوط الله هست، مالک کل از اینا الله هست. پس ما به اینمی عقیده زندگی میکنیم که مالک ما الله هست، مالک متصرف کائنات الله هست، مالک آخرت الله هست، مالک متصرف آخرت الله هست، حکم روای دنیا الله هست، حکم روای آخرت الله هست. حکم باید از الله تطبیق شود و شریعت الله تطبیق شود و حکم روایی الله تطبیق شود. اگر کسی قرآن و سنت قبول داره، صفت مالک هم قبول کرده، صفت ملک هم قبول کرده و صفت الملیک هم قبول کرده. اما اگر کسی میگه که نیمه دموکراسی میخوایم، ما نظام پدرای خودم میخوایم، قوم پرستی میکنه، یا نظام های مثلا ضد شریعت الله، نور است و ظلمات، تاریکی ها، کلی احکام و این نظام هایی که نظام های جاهلیت است که الله را طاغوت جاهل گفته. اینال هر کسی که طواغیت و جاهل را میخواه، این در حقیقت با این سه صفت الله زندگی نکرده، قبولش نکرده، با او راضی نشده، با او ایمان نداشته و با او زندگی نکرده. شاید یک نفر ظاهرا به این الفاظ ایمان داشته باشه، لکن عملا الله میخواد که عملا و اعتقادا و قلبا و فکرا به این تسلیم باشی. بغیر از شریعت الله فکرت باید مطابق قرآن و سنت جور بکنی، در صورتی که مالک تو الله هست، ملک تو الله هست، ملیک تو الله هست. وقتی که مالک و ملک و ملیک ما الله هست، پس الله هست که برای ما حکم خدا بیان کرده، ما تسلیم حکم الله سبحانه و تعالی هستیم و مطابق از زندگی میکنیم. اتنی که بر زبانت حمد گو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چوسود. یک کسی ظاهر میگه من قرآن قبول دارم و تمام احکام الله را قبول دارم و در حرکات نماز مالک یوم الدین میخوانم و ملک یوم الدین میخوانم و ملکم قبول دارم، مالکم قبول دارم، لکن عملا بر زبانش میگه، لکن در دلش لکن دست خدا سرزمی قرآن میمانه که به قانون انگلیس قبول دارم، سرزمی قرآن دست میمانه که من قانون امریکا را قبول دارم، سرزمی قرآن دست میمانه چه قسم. فما یک فرم طاغوت، قرآن میگه تو چه قسم به این کافر شو، به این قسم یاد میکنه که دست خدا سر قرآن مانیم، قسم میخوره به خالق خود که من قانون شما را قبول دارم، برای ما تابعیت بتین، برای مطابق سیتیزن یا شهروند خود قبول بکنین.
اینجا یک مشکل پیدا میشه، مشکل اعتقادی. مشکل اعتقادی چی هست؟ که بر زبانت میگی که من قرآن قبول دارم، لکن همون کافر میفهمه که تو باید سرزمین قرآن دزبانی و بگویی من حکم طاغوت قبول دارم. هر قانونی که ضد شریعت الله هست و حکم چی است؟ حکم طاغوت است، حکم جاهلیت است. اف حکم الجاهلیت یبغون، کسی که حکم قرآن قبول نکرد، الله میگه حکم جاهلیت میخواین. چی؟ جاهلیت کلاسیک قدیمی باشه و یا جاهلیت مدرن باشه. چی پارلمان کلاسیک باشه به نام دارالندوه و چی طاغوت قدیمی باشه به نام دارالندوه و یا چی هم مجلس طاغوتی معاصر باشه به نام کانگرس و به نام ملل متحد و به نام حقوق بشر و به نام پارلمان و به نام از چیزا. هر کدام از این که ضد کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، این جاهلیت است و طاغوت است. و کسی که او را قبول میکنه، باز اگر میگه که من الله را من حیث مالک و ملک و ملیک خود قبول کردیم، باز در اینجا دروغ میگه. ظاهرا یک چیز میگه لکن قلبش اینجا در ظاهر قرآن میخوانم، مسلمان هستم، لکن عملا و تطبیقا و قانونا و فکرا به این هستم که این قانون سر خود تطبیق میکنم و این را قبول دارم. الله میگه این دشمن الله سیر دوستت نگی، این میخیزه اونجا میگه که نه شما دوستای من هستید. الله میگه که مثلا در بین از این کفار زندگی نکو، کوشش در بین مسلمان ها زندگی بکنیم. این میره میگه نه من در بین زمین کافرها زندگی میکنم. الله میگه به امرای کافرها محبت نکو، این میگه من محبت به امرای زمین میکنم. اینا چطور شده میتونه که مثلا هم یک نفر بگه من شریعت الله را قبول دارم و هم قانون طاغوت قبول دارم، اردوی از با هم جمع میشه؟ ابدا جمع نمیشه. پس الله متعال ما و شما را توفیق بده که صفات الله را بفهمیم، بشناسیم و مطابق از اینا زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.